ادامه برنامه‌های رادیویی صدسالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجامپور. گفتار 27. شیخ نخستین بار که به مطالعه شاهنامه نشست چشمش به این بیت غلتید: ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. با چشمانت خدا را دیدن نمی توانی، چشمانت را آزار مدی. خواند و خطاب کرد: این کاری رؤیت. و بیت را به ورق خالی یکی از کتابهایش نوشتمان. یک چند روز و شب را صرف خواندن شاهنامه کرده، باز یک چند فقره را به همان ورق کتاب کوچاند. سرزمینی که در وی رود هیرمند جاری است در قدیم زابلستان نامیده می شد. زابلستان و همسایه غربی آن سیستان نامی دیگرش نیمروز، زادگاهی یک سلسله افسانه ها، قصه های رمانتیکی، روایت های تاریخی، اساطیری و نیم اساطیری می باشد. راوی ها، قصه گوی ها از قدیم الایام داستانی رستم سیستانی را با وریانت های گوناگون حکایه می کردند. شاه محمود مادرش سیستانی بود. در بچگی از بابای مادریش قصه ها می شنید. در آن قصه ها شوق و هوس وی از همه زیادتر به جنگ تن به تن پهلوانان بود. این هوس محمود در کلانسالیش کم نشده بود. شاید از همین سبب بود که وی از شاهنامه فردوسی نخست به خواندن قصه جنگ رستم با اشکبوس میل کرد. با امر شاه قصه خوان او عبدالواحد اخیلی برایش نامگوی داستانهای رزمی و پهلوانی شاهنامه را علاهیده رویخط کرده آورد. در رویخط توجه شاه را بیشتر داستان رزم اسفندیاری رویینتن با رستم تهمتن به خود جلب کرد. توجه خاصی او به این داستان باز از آن جهت بود که واقعه های آن در مملکت سلطان گذشته و رزم رویینتن با تهمتن در وطن او در زابلستان روی داده است. سلطان بعد از نماز خفتن در قصر در حجره خاصه استراحتگاه و خوابگاه خود آرمیده به اقیلی خواندن داستان نامبرده را فرمود. قصه خوان در روشنایی شمعها می خواند و سامی روی یک چند قبط یک اندازهای اطلس و شاهی به لوله بالشت‌های بخمل تکیه کردن نشسته گوش می کرد. بابهای نخستین داستان ظهور پیغمبر زردشت، هجوم خاقان چین و توران، ارجاس به پایتخت شاهی بلخ و غیره به سلطان درازی دلگیر کننده نمودند. بس است، ورق بگردان، رزیمی رستم با اسفندیار را بخوان، فرمود وی به اقیلی. خواننده ورقها را زود زود گردانده به قصه مطلوب رسید. در آغاز نبرد هر دو پهلوان اول جنگی زبانی می کنند. اسفندیار ذات و نسب رستم را پست می زند و به نژاد شاهانه خود فخر می کند. حریف را مسخره کرده طعنه می زند که از موبدان شنیدم پدرت زال از دیو زاییده شده است. وقتی زادنش سیاه بدن و سپید موی بوده است. او را به کوه برده پرتافتند. در کوه سیمرغ او را با بچه هایش لاشه و مردار خورانده پروریده است. بعد از آن
دیو بچه به سیستان غلطیده و سامی نریمان او را از بی فرزندی، نادانی و سادگی خود به فرزندی قبول نموده است. بچه کلانتر که شد، شاهان نیاگانیمن به وی گنج و سپاه داده مرتبه اش را بلند کرده اند تا وی حاکم سیستان شده و آنگاه فرزند یافته است که آن تویی. اسفندیار پشت به پشت از نسل شاهان بودنش را گفته افتخار می کند. نژادی من از پشت گشتاسپ است، که گشتاسپ از پشت لهراسپ است. که لهراسپ بود پوری اورند شاه، که او را بودی آن زمان آب و جاه. هم اورند از تخمه کی پشین، که کردی پشین بر پدر آفرین. پشین بود از تخمه کی قباد، خردمند شاهی دلش پرزیداد. همی رو چنین تا فریدون شاه، که اصلی کیان بود و زیبایی گاه. همان مادرم دختری قیصر است، که او بر سری رومیان افسر است. همان قیصر از سلم دارد نژاد، نژادی به آیین و با فر و داد. همان سلم پوری فریدونی گرد، که از خسروان گویی مردی ببرد. این گفتاری پر از غرور اسفندیار را سلطان پشت از بالشت ها کنده و چشم از قصه خان نکنده گوش کرد. سپس خانش را قطع و حجره را از خواننده خالی کرد و دراز کشیده غرق اندیشه گردید. مسئله ذات و نسب زخمی نهانی دل سلطان بود. با وی چنین می نمود که فردوسی این بحثی پهلوانان را گویا از وی از سلطان کنایه کرده نوشته است. سلطان محمود مانند اسفندیار به اصل و نسب خود فخر کرده نمی توانست. پدری وی غلامی زرخرید از گردشی زمان به امارت رسیده بود. مردمان بدخواهانی محمود از قفایش ذاتی پستی او را مسخره می کنند. آیا این فصل داستانی رستم و اسفندیار به یاد خواننده پست نژادی او را نمی آورد؟ سلطان باز قصه خانش را طلبیده فرمود که شاهنامه را کابد. اگر باز جاهایی باشند که شاهان از نژاد خودشان یادآور می شوند و غرور می کنند، کتاب را آورده آن جایها را برای او بخواند. قصه خان شب دیگر بعضی صحیفه های کتاب را که در آنها غروری ذات و نسب و این چنین مذمتی بی ذات ها بود نشان کرده آورد و خواند. از جمله شاه کیخسرو با اجداد خود چنین خودستایی و غرور می کرد: جهاندار پوری سیاوش منم، ز تخمی کیان شاهی رویین تنم. نبیره جهاندار کاووسی کی، دل افروز و با دانش و نیک پی. ز مادر هم از تخمی افراسیاب، که با خشم او گم شدی خورد و خواب. و هاکذا. از این و مانند این سطرها طبع خیره سلطان خیره تر گشت و در دلش نسبت به شاهنامه خنکی احساس کرد. پیری ساده دل.
بیخبر از دسیسه ناتوان بینان و بدخواهان که در تردد دام نهادن براهی او بودند، فردوسی به فکر زیارت حسین قتیب افتاد. از وزیر خواستاری قبول شد تا که از وی در کدام قلعه محبوس بودن حاکم سابق طوس را پرسیده برای زیارتش اجازت بگیرد. قبول یافت و عرض مدعا کرد. میوندی با نظری تعجب به او نگریست. این چه خواهیش؟ زیارت خائن و جنایتکار زندانی؟ این شاعر مگر همچو کودک ساده دل است یا که دانسته با یگان مقصد نهانی چنین خواهشی می کند؟ فکر دیدار کردن با حسین قتیب در فردوسی همان روز که مهمانان شرف الدین ماهک از قتیب یادآور شدند پیدا گردید. در حلقه مهمانان به چه مناسبتی از جنگ محمود و پدری او در نواحی طوس با ابو علی سیمجوری سخن رفته، نام حاکم آن وقته طوس هم به زبان گرفته شده بود. به شاعر معلوم گردید که قتیب در یکی از قلعه های ولایت محبوس است. حاکم را سبکتگین به گناه یاری ندادنش به او در جنگ ضد سیمجوری معزول و حبس کرده به غزنی فرستاده بود. وی 15 سال این جانب در قلعه محبوس بود. فردوسی نیکی ها و کمکی برایش از آن حاکم فاضلی سخنشناس رسیده را فراموش نکرده بود. بنابراین لازم دانست به عیادت او برود. هرچند ماهک به او می گفت که دیدار کردن با محبوسی که سلطان او را دشمن خود می داند نارواست و طلب اجازت به زیارتی چنین شخصی بی احتیاطی است، شاعر انادکار از نیتش نمی گشت. دشمن یا دوست بودن او با شاهی به من چی دخل دارد؟ می گفت فردوسی. اسفراینی را زیارت کردید، اکنون نوبت قتیب رسید. عتاب‌آمیز گفت وزیر. دل فردوسی از جای جنبید. خبردار شدند. دبیر به فرمایش خواجه یک دسته کاغذ لوله پیش را آورده بر روی میزی او گذاشت. فردوسی آن را شناخت و همان داستانی به اسفراینی تقدیم کرده ای او بود. حیران ماند. وقتی مصادره از خانه اسفراینی یافت شد، گفت میوندی: مصادره؟ چی مگر؟ آره، پرسش شاعر را قطع کرد وزیر. با فرمان سلطان اسفراینی به زندان انداخته شد. شاعر از این رویداد بیخبر بود. حیران ماند، اندوهگین شد. خواجه از خریطه‌اش رقعه‌ای به اسفراینی نوشته فردوسی را برآورد. خطی شماست؟ فردوسی رقعه را گرفته به چشمش نزدیک برد و گفت: آری، خطی بنده. اسفراینی خانه زندان بود. به نزدش چگونه رفتی؟ شنیدم که قرارگاه خواجه در قلعه‌چه خودشان بوده است. پنهانی رفتم، مرا هیچ کس باز نداشت. فردوسی به مقامگاه خواجه چگونه پنهانی رفتنش را گفتن نخواست. با اینکه می دانستید آن شخص خائن دولت و مغضوب سلطان است، چرا با وی رابطه کردید؟ آیا شما اصلاً پیری ساده دلی هستید یا که دانسته چنین رفتار می کنید؟ فردوسی دو دست روی زانو نهاده سخن وزیر را با خاطری پریشان می شنید، ولی نشانی اضطراب یا هراسی در چهرهش پیدا نبود. و دلش گذشت که عجب وقتی یافته طالب دیداری قتیب شدم. خواجه اسفراینی در طوس بنده را با لطف و مهربانی خیش لایق دیده بودند. با جدیت جواب گرداند فردوسی: سفری بنده به غزنی برای تقدیم شاهنامه به سلطان نیز با مصلحت خواجه به عمل آمده بود.
ایشان به هر وضع و حالی که باشند بنده را سپاسگزاری برای نیکی‌هایشان فرض بود. اگر این ملاقات پنهانی شما با اسفراینی به سلطان عرض داشت شود، عرض داشت نکردن ممکن هم نیست، نمیدانم چی خواهند فرمود. فردوسی باطناً در قهر شد. این چی گفتار است با منی شاعری مسافر؟ چرا این طور چینی پیشانی؟ بگذار عرض داشت بکند. سلطان با من چکار میکند؟ بقیه عمرم رو میگیرد. بگذار بگیرد. بقیه زیاد نیست. سلطان هرچی فرمایند صاحب اختیارند. گفتگو در بغداد با وزیری بهاءالدوله ملاقات کردنی شما هم به ما معلوم است. گفت میوندی این چندین سال پیش بود. بنده این را از هیچ کس پنهان نکردم. چی مگر خواجه مرا به این هم گناهگار می‌دانند؟ شما می‌دانستید که بویهیان بدخواه ناصرالدین سبکتگین و اولاد او بودند؟ آنها کی را بدخواه و کی را نیکخواه بودند؟ این به من چی دخل دارد؟ از یادآور شدنی وزیری سلطان از آن واقعه چندین سال پیش گذشته تعجب کرده گفت فردوسی از کافی خود مرا دعوت کرده بود، وگرنه بغداد رفتن هیچ در خیال من نبود. آن وقت سیف الدوله والی و سپهسالار خراسان بود و خراسان همسایه عراق و فارس. مگر وزیری بهاءالدوله درباره او چیزی نگفت؟ خواجه بزرگ، مناسب می بود که شما این سؤال را از جاسوسان بکنید. بنده هیچ لیاقت جاسوسی نداشتم و ندارم. شاعر سخنانی از کافی را به یاد آورد که درباره سبکتگین و محمود گفته بود: غلامی زر خریدی دیروزه، امروز امیر غزنی. عجب! پس غلامزاده محمود جوان چطور سپهسالار خراسان شد و حتی با لقب سیف الدوله سرافراز کردی؟ ولی او فردوسی مگر این را به وزیر سلطان گفته می توانست؟ خوب، بقیه گفتگو را با شما به وقتی دیگر می گذاریم. گفت میوندی الان شما مرخصید. فردوسی اندیشمند و مشوش خاطر دیوانی عزیز را ترک کرد. کرامات و کشفیات شیخ. شاهنامه را ملیک الشعرا به فقیر آورده بودند. مطالعه کردم، در وی چیزهایی دیدم که دین را رخ نمی کنند. به قبول سلطان آمده سری گفتگو را باز کرد. شیخ مهمشاد و سطرهایی از شاهنامه نوشته گرفته‌اش را یک یک خوانده معنی داد کردن گرفت. درباره فقره اول گفت: این سخن انکاری رؤیت است اعلی حضرت، و منکرانی رؤیت معتزلیانند، بدعتی محض. بدون شک این ابوالقاسم فردوسی یا خودش معتزلی است یا اینکه بعضی اعتقادات معتزله را میپذیرد. شیخ باز این مصرع ها را خواند: نگه کن بدین گنبزی تیزگرد، که درمان از اوی است و زو نیز درد. از او زار گردی
از او سرفراز، و زودان فزونی و هم زو نیاز. این فقره دلیلی است به فلسفی بودن شاعر حکم کرد شیخ. تعلیمی فلسفی آن است که اسنادی حوادث به فلک می کنند. هر حادثه‌ای که در جهان روی می دهد ایشان آن را از تأثیر فلک می دانند، نه از اراده خداوند. گوینده باز از ورق کتابش 2 بیت دیگر خواند: نگشتی زمانه بفرسایدش، نه از رنج و تیمار بگزایدش. نه از جنبش آرام گیرد همی، نه چون ما تباهی پذیرد همی. سروری دین از این مصرع‌ها دهری بودن فردوسی را دریافت. اعتقاد شاعر بر آن است که کرامت کرد شیخ، حرکات افلاک و افزای علویات یکسان خواهد ماند، یعنی عالمی بالا سیاره ها از گذشت ایام هیچ گونه تغییرات نمی پذیرند و این مظهری دهریان است. از معنی مصرع‌های اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزدی نبی و وصی گیر جای. گرت زین بد آمد گناهی من است، چنین است و این رسم و راهی من است. عالم دین رافضی بودن فردوسی را کشف کرد. شاعر بعد از نبی فقط به علی ایمان دارد. خلیفه های راشدین، صحابه های پیغمبر اسلام ابوبکر، عمر، عثمان را نمی شناسد. منکری ولایت و خلافت آنان است. چنین است مذهب ناپاکی شیعه. اصلا شیعیان همه رافضی اند. مریدی تاجدار هرچی پیرش می گفت همه را بیچون و چرا قبول می کرد. مهمشاد از بارگاه سلطان به خانه خود برگشته عنصری را به نزدش طلبید. ملیک الشعرا آمده بود که شیخ به وی هم فقره ها را خوانده معنی دادهایش را تکرار کرد. عنصری به آنقدر گناهانی دهشتناک گناهکار کرده شدن فردوسی را چشم نداشت و چون دانست که شیخ معنی دادهای خود را به شاه بیان کرده است سخت مشوش خاطر شد. فاجعه طاهری را که در آن قریبی روی داده بود به خاطر آورده در وحشت افتاد. طاهری نام مردی در غزنی پیدا شده بود و خود را سید می نامید، یعنی از اولاد پیغمبر، و می گفت که نماینده سلطانی مصر می باشد. مأموران شاه او را باز داشتند و تحقیق کردند. معلوم شد چند جلد کتاب با وی است که در آنها از تعلیمات باطینیه قرمطیه بحث می رود. با امر سلطان شیخ مهمشاد با وی مناظره کرد. در مناظره آن مرد سید بودنش را اثبات کردن نتوانست. شیخ با فتوای خود خونی او را مباح کرد. شاه کاری او را به خودی مهمشاد گذاشت. مهمشاد او را با دست خودش به قتل رسانید. شیخ بزرگوار که کشتن قرمطیان را ثواب می دانست ثواب را پره به خودش گرفت. محمودی سخت پابندی کارهای دینیه، سلطانی عدالت پیشه و رعیت پرور، در صورتی که قحط زدگان خراسان از گرسنگی جان می کندند، براه زنانی بادیه های عربستان برای آنکه در راه حج راهزنی نکنند و حاجیان بی هراس و بیم از خراسان به طواف کعبه رفتن توانند، جوال جوال زر و سیم داده علمای دین را سناخان خود کرد. پیوسته تلاوت قرآن می نمود. از کاخ فیروزی خود تا مسجد عروسی فلک
راهی پنهانی سازانده بود تا بتواند به آسانی در نمازی جماعت حاضر شود. در مسجد مقصوره‌ای برای خود داشت که در وی بی تشویش مشغول عبادت می گردید. طایفه قرمطیان را دشمنی وحدت اسلام دانسته با یک تعصبی شدید تعقیب می کرد، می کشت. جاسوس ها گذاشته بود که جمع آمدهای سری قرمطیان را معلوم کرده به حکومت خبر دهند. واقعه طاهری تعقیب قرمطیان را شدید تر کرده بود. عنصری ترسید که در جوش تعصب دینی مبادا با فردوسی هم فاجعه روی دهد. حضرت هم پیش از عرضه کردن این معنی به سلطان اول بنده را از آن آگاه می کردند بهتر بود، گفت او به شیخ. معذرت می خواهم حضرت، آن طور که بنده فهمیدم در تعبیر فقره ها مبالغه رفته است. گمان نمی کنم که شما قتل فردوسی را می خواسته باشید. وظیفه علما که این فقیر از زمره ایشان هم معنای نهانی نوشتجات را آشکار و نزد سلطان بدون ریو و ریا بیان کردن است. اگر در معانی آن نوشتجات از نظر دین شبهه‌ای باشد. من گمان نکرده بودم که در شاهنامه این مقدار بدعت ها باشد. شما به بنده باور ندارید؟ چرا باور نداشته باشم؟ آخر حضرتم سروری دین و عالمی گذرا هستند. اما بنده شک دارم به این که یک فرد هم معتزلی، هم فلسفی، هم دهری و هم رافیزی باشد. شک نیارید، آدمی دهری می تواند مبتلای چندین بدعت باشد. نه حضرت، معذرت می خواهم، در تعبیر ابیات خیلی مبالغه رفته است. اگر به فردوسی حکم قتل برآید، خون ناحق ریخته خواهد شد. بنده معتقدم که شاعر مستحقی چنین جزا نیست. ملک الشعرا از بردن شاهنامه را نزد مهمشاد سخت پشیمان شد. مهمشاد عادتاً هیچ گونه نکته‌گیری یا ایرادی را به حکم شرع خود قبول نمی کرد. ایراد ملک الشعرا هم البته به وی خوش نیامد و حتی قهرش را آورد. اصلاً وی عنصری را دوست نمی داشت. از التفات خاص سلطان به عنصری و زر و سیم فراوانی که ملک الشعرا هر بار به پاداش قصیده هایش از سلطان می گرفت حسد و رشک می برد. او را چشم گرسنه، طمعکار و خسیس می شمرد. او قرار داد که به بدعت ابیات فردوسی شک آوردن عنصری را به شاه معلوم و از مداخله او به امور دینیه شکایت کند. شما گفتار 27 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.